او یک کس در کتابا میگه که دعوای پیغمبری میکرده است نعوذ بالله. رنگ یک 3-4 سال پیش ای طرف لنوباد یک کافر دعوای پیغمبری کرده بود، دیوانه بود یا کافر بود فقط. یک از دورهای پیشتر دعوای پیغمبری کرده است. قدرت نام الله خداوند رسولش کرده در در حاجتخانه مرده است. در در حاجتخانه مرده است بخبر. یا 3-4 روز پاش دیگه ورم کرده است دیگه در نمیخونجد. با کدام عالمی مسلمان همون تمیک گذاشته است که مردم گفتن که بیا حضرت کام میره چخیلی کنی. بای عالم کی بود؟ گفتن که دعوای پیغمبری میکرد. گفت خلاص پیغمبرا که میمردن در جاشون باید گور کنی. قاعده پیغمبرا همین است که در کجای مرد در همونجا باید گور کنی. پیغمبری ما در خانه عایشه مادر مرد باید همونجا گورش کنی. این باید همونجا گور کنی. همه حاجت خانه گورش کنی. ان شاء الله این کسی کزینا دم میدره هر روز کزینا دم میمرد. این حافظه کرده میمرد. جنگلک میداره گفته دوزخ میداره ان شاء الله. انما الاعمال بالنیات. هر که موافق نیتش میابد ان شاء الله.